یکی از خاطرات جالب من بازی که با شیرازی کردم سال 1975. در اون سال در مسابقات قهرمانی کشور من و شیرازی هر کدوم 12.5 امتیاز آوردیم. بنابراین قرار شد که یه مچ در 6 بازی بین ما بذارن که برنده اون مچ قهرمانی کشور اعلام بشه. بعد از 6 بازی نتیجه 3-3 شد. سیاه از سفید 5-1 برده بود و خوشبختانه دور هفتم من سیاه داشتم. شیرازی اسب F3 بازی کرد، اسب F6، D4، D5، C4، E6، اسب C3، فیل B4. این واریانتی بود که من همیشه بازی میکردم، واریانت راگوزین. فیل J5، H6، فیل F6، وزیر F6، وزیر A4 کیش، اسب C6، D5، D5، E3، فیل E6، قلعه A6، رخ F3، فیل D6، وزیر D1، اسب E7، اسب A4، B6، اسب C3، رخ FD8، A4. این بازی تا اینجا بازی شده بود بین بنکو و لومباردی که سیاه با حرکت C5 اینجا بازی رو برد. اسب F5. این حرکت جدید بوده. وزیر F1 به پیاده A6 نشسته. حتی اگه من A5 کنم فیل میاد خونه B5 و یه خورده خونه های B5 و C6 ضعیف میشه. تصمیم گرفتم پیاده قربانی بدم. J5 حرکت خوبیه. فیل A6 J4. خب الان شیرازی تصمیم گرفت پیاده رو پس بده. اگه میخواست پیاده رو پس نده تنها راه چارش این بود که اسب رو بذاره E1، بعد از C5 D3-5 B3-5. سیاه وضعش مقابل پیاده خیلی خوبه، یعنی با ستون A و B، دو فیل و مرکز و حمله به جناح شاه، یعنی یه خورده شبیه گامبی بنکوه ولی به مراتب بهتر. البته حرکت اسب D2 هم که اصلا غلطه، برای اینکه سیاه میتونه با اسب D4 رو بزنه. بعد از این D4 وزیر F4 پیاده رو پس میگیره با دو فیل و وضع بهتر. بنابراین شیرازی شاه تصمیمش هم درست بوده. اسب گذاشت E5، پیاده رو پس داد. فیل E5 E5 وزیر E5. همونطور گفتم این بازی خیلی بازی مهمی بود واسه اینکه هر کی این بازی رو میبرد قهرمان کشور. فیل B7، رخ B8، فیل C6. ایده سفید اینه که B4 کنه، بعد A5 کنه، پیاده رونده و پیادهشو وزیر کنه. B4 A5 H5 کردم. اسب E2. اینجا سفید تصمیم گرفت پیاده قربانی بده. البته من اگه پیاده رو بگیرم وزیر B2، اسب F4 به H5 نشسته، H4 E4
D4 اسب E6 پیاده E6. الان سفید موفق شده که منو از حمله‌ای که داشتم کاملا خراب کنه و واسه خود مشکوک میشه. من تصمیم گرفتم که این پیاده رو ندیده بگیرم و به حمله خودم B4 اونم طرح خودش برای A5 و A6 ادامه میده. فیل C8 این حرکت خیلی حرکت خوبیه. بعد از A5 من میخوام به پیاده بزنم و با فیل A6 پیادهشو بلوک کنم. G3 رخ D6. خب رخ من الان داره میاد طرف شاهش. قبل از هم حرکت اگه نگاه کنین من خب پیاده هام و وزیر و اسبم رو شاهشه، ولی دوتا رخ و فیلم هنوز تو حمله شرکت نداره. بنابراین این سواری که داره وارد میشه رخ A2 سعی میکنه تو عرض هفتم دفاع کنه. پیاده در پیاده پیاده در پیاده رخ A6 اسب F4 سواری میاد واسه دفاع. اسب E7 حرکت خوبیه. به فیل حمله میکنم واسه که فیل رو اونجا بردارم. فیل B5 فیل B7. خب فیل منم الان رسید روی شاهش، یعنی داره در حمله شرکت میکنه. فیل D3 تقریبا حرکت اجباری. D4 E4 حرکت اجباری. شاه G7 راه رو دارم باز میکنم برای اون رخ دیگه، اون یکی رخ که بیاد تو ستون H. اسب G2 رخ H8. خب همه نیروهای سیاه الان وارد معرکه شدن. اسب H4 آخرین سوار وارد میشه. خب اینجا تقریبا میشه گفت که سفید دیگه دفاع نداره. حمله سیاه قاطع و بدون دفاع. F4 G F3 اسب F5 کش وزیر F5 پیاده در F5 اسب E5. الان سیاه فقط یه اسب داره مقابل وزیر، ولی خب هیچ دفاعی برای سفید وجود نداره. الان این پوزیشن رو بدیم به فریتز میده پلاس 17 باز بی دفاع. F6 شاه F6 تهدید اصلی اسب G4. بعد از اسب G4 مات بی دفاع. شاه F2 رخ H2 کیش شاه 1 رخ A2 فیل C2 رخ H1. سفید تسلیم شد. اگه با وزیر بزنه رخو F2 کیش شاه در F2 فیل در وزیر رخ در وزیر رخ در C2 کش سوار رو پیاده جلو. من شد 4-3 بردم، قهرمان کشور شدم برای سومین بار.